بعضیا در رمضان حتی جنگیستن که دیگه به گپ ناب همین جنگیگری رو اوسو کنین. ماه رمضان ماه صلح و آشتی در بین مسلمان هاست. ایران بیاین از امو غیرت های جاهلانه را دور کنین و عقده و کینه را از بین ببرین. خدا خوب فهمیدم میگیره که من بسیار فهمیده استم. بازم رمضان آمد دم غیرت جاهلیت افغانی خود ما کم استاد است که نه موقع بی غیرت نیستم که در این رمضان کسی که سلام بتم و خدا کم بیارم. چی قسم است این مسلمان ها؟ ایران میمانی به این مسلمان ها. رمضان آمد در امو حدیث صحیح است که روز دوشنبه پنجشنبه اعمال مسلمان به الله پیش میشه. او دو نفری که به خاطر دنیا از یک دیگر بغض دارن او را الله میگه که اینا را بانین که تا که جور نامده. تو در این ماه رمضان اعمالت قبول نشه پیش الله، بخشیده نشوی به خاطر یک کینه، یک بغض، یک عداوت، خب بسیار تباهی است برای تو. هر کسی که هستی در اینجا بیاین غیرت های اسلامی را در وجودتان بیارین که والعافین عن الناس، عفو کردن مردم. پیامبر صلی الله علیه و میگه سل من قطعک، وصل کو با کسی که با تو قطع کرده. خویشاوندت هیچ خانید نمیه، هیچ پرسانت نمیکنه، او را پرسان شکو. و عفو عن من ظلمک، کسی که ظلم کرده با بالای تو را عفو بکو. اینی را اخلاق ایمانی و اخلاق قرآنی میگه. و عفو عن من ظلمک، ظلم کرده سر تو را لط کرده، داو زده، بد گفته، او را عفو کو. و احسن الی من اساء الیک، احسان و نیکی کو با کسی که با تو بدی کرده. نه کسی بدی کرده احسان. اینی را در رمضان اخلاق ما و شما باید اعلی شود دیگه، به درجه کمالش برسه. اگر نه با چی فایده میگیریم از این روزی خود، از این تقوا در وجود ما پیدا نشه. الله بر ما شما توفیق عمل نصیب کنه به این احکام. بارک الله لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم. انه تعالی جواد کریم ملک بر و رب الرؤوف الرحیم.